من که نمیتونم از تو دست بکشم قدیر. من چه چیزایی رو به جون خریدم تا زنت بشم. ای خدا، به همین راحتی از دستم خلاص نمیشی. نمیتونی یه گوشه پرتم کنی و بری. خلیل. خیر مادر. خلیل میخوان دجله را عقد قدیر کنن. رسم همینه، چه کار کنین؟ زمینای خونبها رو میدیم، دخترمونو ازشون پس میگیریم، دخترم میپوسه. من چون به فکر خواهرمم اینو میگم مادر. گیریم که پس گرفتیمش. میخوای بگن تو این سن بیوه شده؟ بزبیلرا نخواستنش؟ بدتر میشه که. اینو میخوای مادر؟ یه چیزی بگم، قدیر دشمن خونی منه، اما واقعیت اینه که اون به دجله آسیب نمیرسونه. تو نگران نباش. الو آقا خلیل، بازم که آدماتون اینجا منتظرن. من صبحم بهشون گفتم سوار نمیشم، بازم اومدن. آره میاد، چون بهش گفتم نباید خانم دکتر رو ول کنی. دیگه این کارو نکنین خواهشن، اونم که دستگیر شدن. باشه، ما پیشگیری میکنیم. ای بابا، میخواستم راجع به دجله حرف بزنم. دجله؟ میخواین شب که اومدم ببینمتون دربارش حرف بزنیم؟ شب میای؟ باشه، پس من منتظرتون هستم. خداحافظ. خداحافظ خانم دکتر، خداحافظ. تخت روان براش درست کن پسرم. آدماتم بگیرن رو سرشون. استغفرالله. والا اگه بخواد رو دوشم میذارمش، اگه بخواد رو سرم میذارمش. تو نگران نباش مادر. میگم برسوننت خونه، دیر وقته. دکتر جیلا، کجایی عزیزم؟ بعداً براتون میگم. خوبی؟ خوبم. هی نگاه میکنم میبینم نیستی، نگران میشم. اگه بدونین چه بلایی سرم اومد. عزیز دلم، بیا بریم خونه با هم غذا میخوریم. باشه بریم. قدیر، یه چیزی میخواستم بگم. چی میگی زیلان؟ تو رو خدا منو ببخش. داغمون خیلی بزرگه. اگه تو این روزا کنارت نباشم پس کی باشم؟ این حرفا رو ول کن زیلان. نه خودتو گول بزن نه منو. بس دیگه. قدیر، حتما باید خودکشی کنم؟ آره اینو میخوای؟ دجله هم باید عقد کنی؟ آره؟ پس من چی میشم؟ چی بهت گفتم زیلان؟ ها؟ گفتم هم از چشمم افتادی هم از دلم. ممکنه عروس این خونه باشی، ای والله،
اما زن من نیستی. بی خود تقلا نکن. هیچ کس به حرف من گوش نمیده. اما شاید اگه تو بگی عقد نکنن. من که گفتم دجله. اما ببین، تو امانت برادرمی. حتی اگه عقدم بکنی تو همیشه زن برادرم میمونی. خیالت راحت باشه. گریه نکن، برو تو. به تو پناه آوردم. امیدم تویی. ازت ممنونم. یا برای بی تربیت کار میکنی؟ دیگه ولش میکنم. خور میدم. ولش خودم بعد کافی درد دارم. دیگه نمیتونم بسم کلی بزنم. منم کار قاتلت میشم. باز چی دعوا میکنی؟ زیلان برو اون چه خبره؟ چی شده نصف شبی؟ این همه سر و صدا برای چیه؟ دجله برو تو اتاقت. دیوونم نکنی. برین دیگه. چی شده؟ چرا اینو دعوا میکنن؟ مادر تو رو خدا بس کن. تو نمیدونی چرا دعواشون شده؟ قدیر بیا تو اتاق باهات حرف دارم. آبجی لیلا، به نظرت مامانم میتونه برگرده؟ مامانت زن قویه. به خاطر تو برمیگرده. یه راهی پیدا میکنه. آقا قدیر میگه دنبالشیم. آقا خلیلم میگه دنبالشیم. تو سوریان. انشالله پیداش میکنن عزیزم. نترس عزیزم. قرار بود آقا خلیل بیاد. مبارکت باشه پسرم. بعد از من خانه بزبیا تو هستی. از وقت خودم رو شناختم منتظر روزی بودم که این انگشته رو دستم کنم. اما اگه میدونستم بهای این انگشتر جون داداشمه هیچ وقت نمیخواستمش. جگرم سوخته. جگرم سوخت قدیرم. چطوری خودم رو ببخشم مادر؟ شاید شما منو بخشیده باشین، ولی من چطوری خودم رو ببخشم مادر؟ روی برادرت زمین ننداز قدیر. باهات به چشم پسرم نه، به چشم خانمون حرف میزنم. باید دجله رو عقد کنی. هرچی باشه اون امانت برادرته. شب بخیر خانم دکتر. حالت که خوبه؟ بله خوبم.
بفرمایید تو. مهمون دارم اما گویا میشناسینش. جیلان، خوش اومدین. خیلی ممنون. ببین، هرچی لازم داشتی به خودم بگو، باشه؟ خیلی ممنون. از مامانم خبری نیست نه؟ نیست، اما میشه. قصه نخور. بفرمایید. میرم براتون چای بیارم. زحمتت نمیشه عزیزم؟ نه نمیشه. تا جایی که میدونم وضعیت دجله خیلی خوب نیستش. امروز ندیدمش. میگه میخواد خودکشی کنه. یعنی چی خانم دکتر؟ امروز مادرم رفته چیزیش نبوده؟ شوک بزرگی بهش وارد شده. همسرش از دست داده. دجله شخصیتی داره که احساساتش خیلی بهش غلبه میکنه. حالا که تو این وضعیته حتما باید یه مشاور ببینتش. یعنی میگی باید ببریمش دکتر؟ باشه، خیلی خوب. بیارینش اینجا یا وقتی برگشت خونه خودتون من میام اونجا. نه، خونه که بر نمیگرده. جای اون اونجاست. لیلا خانم، اینجا رسمه. دجله باید با برادر مرحوم ازدواج کنه. چی دارین میگین آقا خلیل؟ پس دجله علکی نمیگه خودمو میکشم. فکر میکردم شما یه مرد شجاع هستی. دارین زندگی اون دختر رو نابود میکنین. میخواین بکشینش؟ آره؟ چه کشتنی بابا؟ چه کشتنی؟ 2 روز گریه میکنه بعد عادت میکنه. برم بیارمش بهتر میشه؟ ببین منو خانم دکتر، دجله دختر خانه، زن خانم شد. به هر کسی نمیدنش. هنوز خیلی جوونه. باید بشینه خونه پدرش تا بمیره؟ بیفته سر زبونا؟ اینجا استانبول نیست خانم دکتر. همینطوری حرف نزن. اگه شما میخواستین مراقبش باشین لازم بود میفرستادینش اونور دنیا. امکانشو ندارین، قدرتشو ندارین. اما نه، طایفه شما مهمتره، مقام و خان بودنتون مهمتره، مگه نه؟ آفرین. شما تک تک خودتونو میکشین، عزیزاتونو میکشین، عاشقا رو از هم جدا میکنین، کسایی که همدیگه رو دوست ندارن زن و شوهر میکنین که چی؟ والله خانم دکتر، ما اینجا مسائل مهمتر از خوشبخت شدن داریم. ببین خانم دکتر، تو نمیدونی اینجا نفس کشیدنم لطفه. عشق و عاشقی در برابر دردایی که ما اینجا میکشیم هیچه. شماها تو استانبول واسه اینکه بغل عشقتون نیستین افسرده میشین، اعتراض میکنین. اما لیلا خانم، ما واسه خوشبخت شدن به دنیا نمیاییم. اگه شدیم فبها، اما اگه نشیم میریزیم تو خودمون و زندگیمونو میکنیم. عزیزم، ترسیدی؟ نگران نباشی، چی نیست. نه، به خاطر اون نیست.
جیلان، نکنه تو عاشق قدیری؟ پس ما فقط همخونه نیستیم، سرنوشتمونم یکی. تو همه چی رو میدونی. لجبازی بگی داره، زبون درازی داره. حالا یا دلتو زیر پا بذار یا یه راهی واسه درست کردن این دختره پیدا کن. الو، من اومدم کوچه پشتیم، بدو بیا. میگم نمیتونم بیام، محافظا همه جا هستن، اصلا نمیتونم بیام. باشه، نه یا پس من میام. باشه، مگه مردم واسه تسلیت نمیان؟ خب منم واسه تسلیت میام. چرت و پرت نگو، کجا میخوای بیای؟ امین علی برام دردسر درست نکن. پس یه راهی پیدا کن دیار. ببین من اینجا منتظر میمونم تا 5 دقیقه دیگه اومدی نیومدی میام جلوی درتون. به خدا. خیلی خوب، میام، ولی فقط 2 دقیقه باشه. باشه، بیا منتظرم. صبح خیر مادر. صبح قشنگم به خیر. ناصر امروز میاد بیرون، خبر داری؟ دارم میرم استقبالش. وای، حالا که همه چی به هم ریخته. مادر، قراره از ناصر بترسیم؟ یادت رفت زیلان و فراری بده. از اون بی بخار آبی گرم نمیشه. خلیل، حواستو جمع کن، دنبال نقطه ضعفتن، نذاری از عداتو بگیرن. باشه مادر، باشه. تو زنگ بزن روستا، بزن و بچهش چش روشنی بگو. باشه، ما وظیفمون رو انجام بدیم. باشه مادر قشنگم. سلامت. مامان، الو، کجایی تو دختر؟ مادرت از حسرت دوریت داره میمیره. مامانم چطوره؟ چی کارش کردی؟ به مامانم دست نزن، تلفنو بده بهش. وضعیت مادرت خرابه جیلان، به مخدر بدجوری عادت کرده. یا میای نجاتش میدی یا همینجا جون میده. چی کار کردی؟ بگو کجایی؟ من بهت جا و ساعت میگم، برات ماشین میفرستم از اون خانه‌ای که پشت تن خلاص شو و بیا. به هیچ وجه پیش پلیس نمیری. سوار ماشینی که میفرستم میشی و آسه میای پیش ما. جیلان نیا دخترم، نیا. برو کنار. خدا ازت نگذره عوضی. مامانمو فلکو پیدات میکنن میکشنه. زبونتو میبرم دختر. ببین منو خوب گوش کن، آخرین شانسیه که بهت میدم. فردا دوباره بهت زنگ میزنم، اگه اومدی که هیچی، اگه نیای مادرت میمیره. به دخترم رحم کن، اصلا التماس میکنم، تو رو خدا تمومش کن. تو کی میخوای فرار کنی؟ قاتل شدی، بالاخره که میگیرنت. بس میدونی که من هر چی رو بخوام میگیرم. دخترتو میخوام و میگیرمش.
حواستو جمع کن. تمومش کنید. باشه خودتون رو نشون دادین. یه لحظه. بلا به دور باشه پسرمون. خوش اومدی. خدا رو شکر دیدمت دوباره. بزنین دیگه. یه دقیقه وایسا. امروز روز عیده. امروز روز وصال پهلووناست. امروز روز اتحاده. ده حالا بزن. رستم، این یا تو حبس حسابی دهنش گشاد شده یا اینکه عمدن داره مسخرمون میکنه. چهار چشمی حواستون باشه. تا خونه زینبینا میرم و برمیگردم. میخوام ازش جزوه بگیرم. یکی از ماها میریم. خانم آقا خبر داره؟ اگه نمیدونست من اینجا بودم به مامانم گفتم. گفت دختره تو خونه تنهاست، درست نیست اونا برن. عاطف تو باهاش برو. چرت و پرت نگین. 5 متر اونورتره. شماها مراقب اینجا باشین. خیلی از دستت عصبانیم. لطفاً دیگه این کارو با هم نکن. تازه خودت در جریان شرایطم هستی.
لعنتی اینا از کجا پیداشون شد؟ لعنتی ها. دیار بیدار نشی ها. بیدار نشی دیار. یعنی اونا فهمیدن و سریع به پلیس خبر دادن؟ ایست نکنه یه وقت بیدار شی دیار. بیدار نشو. کجا میری آقا؟ گشته. ببخشید قربان، حواسم نبود، ببخشید. گواهینامه کارت ماشین. گواهینامه و کارت ماشین. بله، این کارت ماشین، اینم گواهینامه اینجاست. بفرمایید قربان. بیدار نشی، بیدار نشی، بیدار نشی، بیدار نشی، بیدار نشو. بودو عوضی. برای چی اومدین اینجا؟ دیشب عصبی شدم، همینطوری رفتم، اومدم عذرخواهی کنم. من از عصبانیت شما ناراحت نیستم. بیا بریم حرف میزنیم. واقعا منو ناامید کردین. لیلا لج نکن، بیا. میخوای تا خونه اینطوری بریم؟ من که به هر حال دنبالت میام. میخوام خسته نشی. مثل اینکه عادت کردین دستوری حرف بزنین، نه؟ هر کاری شما بخواین انجام بشه. گفتین عروسی کن باید عروسی کنه، گفتین بیاد باید بیاد. همچین خبرایی نیست. چه ربطی داره خانم دکتر؟ من به فکر شمام. میگم خسته نشی، سردت نشه. واقعا خیلی با فکری. نیستم لیلا خانوم، تا امروز به فکرتون نبودم. باشه، حق با شماست. شما حق داری. بودو دیگه لعنتی. بیدار نشو. میتونی بری. روز بخیر. ممنون قربان، روز شما بخیر. قصر در رفتی امین علی، شانس آوردی. خیلی ممنونم. روزتون بخیر. روز بخیر. تو برو تو، من میرم. گفتین تا جلوی خونه، الانم دم دریم. از این به بعد محافظ و اینا هم نمیخوام. من قضیه محافظ رو یه جوری حلش کردم. خلیل خان بس کن دیگه. اگه میخوای چیزی رو حل کنی، مشکل خواهرتو حل کن. وای، تو از کجا پیدا شد؟ بیا ببینمت. بیا اینجا عزیزم. کی تو رو آورده اینجا؟ از کجا اومدی؟ ها؟ تو محافظی میخواستی که ازت مراقبت کنه و آزارت نده. منم از مزرعه دوستم توران خان اینو واسط گرفتم. خوش اومدی عزیزم.
پس دختره اینه. آفرین خانم. خب پسرم، حالا وقت تاون پس دادنته. تو قلب منو نشونه گرفتی، منم از همون جا بهت میزنم. تموم شد این کار تموم شد. امین علی دختر بزمیا دیگه زنت شد. تموم شد. شانس آوردی، شانس. خب دیگه دجله خانم، این دفعه من برندم. حالا میخوای بمیر، میخوای زنده شو. ای جونم، اسمش چیه؟ اونو دیگه شما بگو خانم دکتر. چی صدات کنیم کوچوله خوشگل من ها؟ والا شمار میشه، گل سیاه میشه، جسور میشه، ببری میشه. یه اسم مهربونتر، مثلا توپاچ باشه. توپاچ؟ آره، اسمش توپاچ باشه. توپاچ خیلی خوبه. میخوام یه کلبه خوشگل اینجا براش درست کنم. نه نمیخواد، پیش من میمونه. وقتی بزرگ شه چی خانم دکتر؟ از الان تو حیات باشه بهتره. ای خدا، حتما گرسنته نه؟ بیا بریم بهت غذا بدم توپاچ جونم. باشه خوش بگذره. با اجازتون من کلبه رو فردا حلش میکنم. خیلی ممنونم آقا خلیل. شما بخند، برای من بسه. منتظر خبرهای خوب از دجله هستم. تو رو خدا یادتون نره. روز بخیر خانم دکتر. خیر باشه پسرمو، اومدی دید زنی؟ فکر میکردم با اخلاقی. نخیر، راه مال توه. بفرما تشریف ببری. هوا خوب بود، گفتم کمی هوا بخورم. من و تو نمیتونیم تو یه هوا نفس بکشیم. یه جای دیگه واسه خودت پیدا کن. پسرمو، خودت میدونی نصف چیزایی که مال توه مال منم هست، و میدونی که شامله همه چی میشه. برو اعصاب منو خورد نکن، حواست جمع کن. پسرمو اصلا در شأن تو نیست این کارا، اونم با من. تو که کلن در شأن خاندان ما نیستی، اما چی کار میشه کرد؟ چاره ای نیست، باید ادبت کرد. خودم درستت میکنم. ببین منو، بزن به چاک، اینجا نبینمت. فعلا حرف تا باشه. بالاخره با زن داداشم یه جور دیگه آشنا میشیم. من اگه جای تو بودم با پای خودم میرفتم، وگرنه عاقبتت خیلی بد میشه، گفته باشم. برو دنبال کارت زیلان، اصلا حوصله‌تو ندارم. چی شده؟ واسه شما هم وسط تفریح جور شد؟ اشک همه تونو در میارم. حالا میبینین چی کار میکنم.
اگه این عقد سر بگیره این خونه دیوونه خونه میشه به خدا. تازه دختر آدانایی مونده. آخ جلیل آخ، چقدر بهت گفتم بلند شو بریم مرد، گوش نکردی که موندیم وسط این همه دیوونه. ای خدا خودت کمکمون کن ای خدا. ای وای، خانم آقا اومد. دختره برنگشته، فاتحه‌مون خونده است. دهنتو ببند. شاید خانم آقا میدونه. فعلا هیچی نگو ببینم. خوش اومدی خانم آقا. چه خبر امینه؟ امروز کسی نیومده اینجا؟ نه خانم آقا. چند دقیقه بشینم اینجا. یه قهوه برام درست کن امینه. این پله ها میکشه منو. دیار چی کار کرد؟ غذاشو خورد؟ والا از صبح تا حالا که ندیدمش خانم آقا. حتما تو اتاقشه. بین ناز، برو یه نگاهی بنداز، بهش بگو من اومدم. بیاد اینجا یه چند دقیقه پیشم بشینه. چشم خانم آقا. دیار کجایی؟ خانم آقا صدات میکنه. ای بابا، دیار تو کجایی؟ دیار مطمئنم تو خونه نیست این دختر. برو بیرون زیلان، سر به سرم نذار، بسته دیگه. آره به نظر منم دیگه بسته. چرا خودتو نمیکشی دجله؟ شانس آوردی امین علی، شانس آوردی، شانس بسر رو شانسی. پاشو بیار، پاشو بیار پاشو. شانس آوردیم، شانس آوردیم دختر. چه خبره؟ ها؟ داری منو کجا میبری؟ لعنتی داری منو کجا میبری؟ بالاخره تونستیم فرار کنیم. نگه دارم این علی. فرار کردیم دختر، فرار کردیم. ماشینو نگه دار، ماشینو نگه دار. دیار ساکت باش، آروم باش، آروم باش دیار، ساکت باش. دیگه فرار کردیم، کار از کار گذشته. از اینجا به بعدم باید لم بدی و کیف کنی. من و تو با هم ازدواج میکنم.
دیوونه شدی. یعنی چی کار از کار گذشته؟ مامانم داره از نگرانی میمیره. داری چی کار میکنی؟ الان همه دنبال من. تلفنم کجاست؟ هول نکن دیار، هول نکن. تلفنت پیش منه. دیگه چطور قرار بود به هم برسیم؟ تا کی انتظار؟ فرار کردیم دیگه. امین علی، التماست میکنم منو برگردون. امین علی، به کسی چیزی نمیگم. میاد دنبالمون پیدامون میکنه. دوتاییمونو میکشن. من بمیرم خیلی بهتر از اینه که از تو دور باشم عزیزم. خدایا دیگه بدبخت شدم. کارم تموم شد. شاید ما رو ببخشن، عقدمون کنن، به هم برسیم. اینجوری بهتر نیست؟ من نمیخوام زن تو باشم، میفهمی؟ منو برگردون. همین الان برگردون منو. وایسا دختر، وایسا. ول کن دختر. داری چی کار میکنی؟ ولش کن بکشنمون میدی. چته دیار؟ آروم بشین وگرنه به خدا میکشمت. مامان